سلام هموطنای عزیز، خوش آمدین. بازم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای آموزش زبان فرانسوی و این ویدیوی ما درس دوم ماست. درس دوم زبان فرانسوی سطح نیوی A1، اما نیوی ابتدایی و درس دوم. و فراموش نکنین که صفحه افغانسا چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و این ویدیو را اگر میتونین لایک کنین و همچنان شیر کنین و شریک کنین با تمام افغانایی که در فرانسه هستن و دیگر افغانایی که میخواین زبان فرانسوی را یاد بگیرن تا چینل ما سابسکرایبش بالا بره و ما هم تشویق شیم براتون ویدیوهای بیشتر بسازیم. درس امروز ما میبینیم که ماهای سال چه رقم میگیم به فرانسوی که میشه لنوم د موا، لنوم د موا یعنی نام های ماها. و همچنان میبینین لنومخ اعداد میبینیم، امو ارقام اعداد که چه رقم مثلا از 1 تا 10 بگیم و بعد از او از 10 تا 20 و تکنیکایش براتون یاد میدیم که چطور به آسانی بتونین امو اعداد به فرانسوی یاد بگیرین. خب شروع میکنیم از ماهای سال. امو که گفتیم لنوم د موا، اولین ماه در تمام امو جنتری ایسوی که است ماها از جنوری شروع میشه که به انگلیسی جنوری است و به فرانسوی برش میگیم ژانویه. ژانویه امو ماه اول است که سال نو که میشه، اول روز ژانویه رخصتی هم میشه از فرانسه و این روز اول سال و همچنان ژانویه اولین ماه سال است، ژانویه. و اینجا امو همیشه به خاطر که عکسای هم که میمونن چون اول سال است همگی خوش میباشن پارتی میکنن و محفل میگیرن، از خاطر امو عکس چیزای نوشیدنی و چیزا سمبولش هست، همیشه در جای به ژانویه امور استفاده میکنن. و ماه دوم ما که است فوریه که به انگلیسی فبروری میشه، به فرانسوی هم میشه فوریه. این ماه دوم سال است و به خاطر که دی چون 14 فوریه است روز عاشقاست، از او خاطر علامه عشق عاشقی و قلب دی ماه است سمبولش. و همچنان ماه مخس داریم. ماه سوم ما میشه مخس که به انگلیسی است مارچ و امو به خاطر که در ماه مارچ اولین روز بهار فصل بهار هم می باشه، از او خاطر امو سمبولش برنده ها و سبزیجات چیزا همیشه در فرانسه با ماه مارچ در هر جای ذکر میشه. و همچنان ماه اوریل داریم. بعد از او ماه چهارم ما میشه اوریل و اول ماه اوریل که هست یک چیز در فرانسوی دارن به نام پواسون دو اوریل که مو میگن ماهی اوریل. در روز اول اوریل بعضی کسا با دوستای خود شوخی میکنن، برشان دروغ میگن، یک دروغ بسیار زیادی که یعنی یک کس تا خطا میشه اما حقیقت نمی داشته باشه. از او خاطر ببینین یک تفلک هسته که استشمایی است در پشتی مرد سن سال که هست مانده، از او خاطر ماه اوریل به می سمبول میشناسد. و ماه پنجم ما میشه می، فقط تلفظش مثل انگلیسی است، ماه می. و ماه می هم به خاطر از سبزی و گل و چیزاست، به خاطر که در ماه می تابستان شروع میشه و وقتی که تابستان شروع میشه یعنی همون گرمی میشه و همه گل و چیزا سبز میکنه، از او خاطر ما میره تابستان میگیم. نه فهم مخص اشتباه خدا کنه نگفته باشم، مخص کی بود؟ روز اول بهار بود که سال نو افغانی هم در ما می باشه، اما میکس روز اول فصل تابستان است. و دیگه ماه ششم مکس خوانده میشه ژوئن که ماه ششم است و از خاطر علامه موزیک است، به خاطر که در 21 ژوئن در 21 جون در تمام شهرهای فرانسه مجلس های موسیقی می باشه و کنسرت های مفت می باشه و در هر جای شاید شما دیده باشین هم که در می روز هنرمندا کنسرت های مفت میتن در روی سرک و همگی میتونن از او لذت ببرن. و ماه هفتم ما است جولای که به انگلیسی است و با فرانسوی میشه ژوئیه. ماه هفتم ما است
ژوئیه. چرا بیرق فرانسه است؟ به خاطر که در ماه ژوئیه، در 14 ژوئیه، 14 ژوئیه که میگن روز انقلاب فرانسه است. روز یعنی آزادی خود اینا تشکیل میکنن که انقلاب کرده بودن در مقابل پادشاه های ظالم او وقت. از او خاطر بیرق فرانسه همیشه در ماه ژوئیه زده میشه. و همچنان ماه اوت، ماه اگست، ماه هشتم ماه اوت است و اینجا شما میبینید که جای پلاژ و بیچ و جای رخصتی و افته و توب و چیزاست. چون در این ماه اوت همیشه همگی رخصت میباشن، اکثریت کارهای اداری کم میشه در این ماه و مکتبا رخصت میباشه. از او خاطر سمبل رخصتی که یعنی همگی نمیباشن، میرن هر طرف چکر. ماه هشتم ماه اگست به انگلیسی و به فرانسوی هم میشه اوت. و ماه نهم هم است سپتامبر که به انگلیسی است و به فرانسوی میشه سپتامبر. و به خاطر از این بکس مکتب است، چون در اول سپتامبر یا میگیم که لغانتخه که میشه در اول سپتامبر مکتبای طفلا شروع میشه، همچنان کالج و یونیورسیتی همه چیزا در ماه سپتامبر شروع میشه. از او خاطر یک بکس که امرای کتاب است، از او خاطر سمبولش موندن. و ماه دهم ماه هم میشه اکتبر. اکتبر که به انگلیسی است به فرانسوی میشه اکتبر. و چرا علامه یک برگ زرد است؟ به خاطر که این فصل خزان است، خزان میشه در این وقت سال. از او خاطر ما برش امو علامه برگ سبز زرد مانده. ببخشید. و همچنان ما ماه 11 داریم. ماه 11 ما میشه نوامبر. ماه 11 میشه نوامبر. و چرا نوامبر است؟ چون در این روز بعضی دمی یک روز نوامبر جنگ بین فرانسه و آلمان فرانسویا برده بودن و امو روز تجلیل میکنن در این سال و یک روز پیروزیشون است. از او خاطر امو بیرق و بسیار زیاد کشته داده بودن. ببینین که علامه قبر و چیزا را در اینجا ماندن. و همچنان ماه آخر سال است، ماه 12 که میشه دسامبر. تلفظش میشه دسامبر، اما دسامبر است. و یک درخت نوئل است، درخت ازی که تا آخر سال همگی در خانه خود درخت میمونند به خاطر تجلیل از کریسمس یا میگیم برش نوئل به فرانسوی. این هم شد ماهای سال. اگر میخواین کی را درست یاد بگیرین، از روی زمین کوشش کنین که نوشته کنین ماها را و در فکرتان بگیرین. بعد از او بفهمین که از ژانویه شروع میشه و براتون از هر تلفظ میکنم. ژانویه، فوریه، مارس، avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. یم شد 12 ماه یک سال. بعضا میبینیم که اعداد چطور میتونیم به فرانسوی بگیم، چون خیلی مهمی است که شما اعداد از 1 الی 20 یاد بگیرین. از 1 الی 20 باید یعنی مکانیکی کنین، درست یاد بگیرین نوشتنش. وقتی که از 1 تا 20 یاد گرفتیم، بعدا دیگه اعداد باز براتون خیلی ساده میشه. این حالا میبینیم که چطور میتونیم از 1 تا 10 را بگیم. از 1 تا 10 یک ما میشه 1 1، دو میشه 2 سه ما میشه 3 سه. و در سای دیگه باز براتون میگم که وقتی که او ای میایه او را ما تلفظ میکنیم و باز به حرفای ترکیبی که چه رقم تلفظ میشه بیشتر در سای گرامر براتون میگم. و اس هم که همیشه داخل یک حرف بیاید تلفظ نمیشه، همیشه ساکن است. این میشه 3 بعد از او داریم 4 ما میشه 5 5 6 هم میشه 6 7 ما میشه 7 8 ما میشه 8 9 میشه 9 و 10 هم میشه 10. و به می رقم میتونین که اعداد از 11 الی 20 هم یاد بگیرین که چه رقم میشه. 11 ما میشه 11 12 میشه 12 13 هم میشه 13 14 میشه 14 15 میشه 15 16 هم میشه 16 و بعد از 16 باز امو 10 خویاد دارین 10 و 7 میشه 17 امو میشه 17 یعنی 7 و 10 17 و دیگه 7 و 8 میشه 18 18 و
ده و نو هم میشه 19 میشه 19 و خود 20 هم میگیم و این حالا از اول تا 20 براتون تلفظ میکنم و شما هم کوشش کنین ویدیو را پاوز کنین و تلفظش همراه ما بگوین. بعد از اینکه من میگفتم شما هم بگوین که تلفظ در ذهنتون بشینه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 یم از اول تا 20.